درود خدمت شما همراهان محترم. امروز اومدم یک کاری بهتون معرفی کنم کاملا متفاوته. به جرئت 90% که در این کلیپ میبینید حتی نمیدونید چی بوده، کارایش چی بوده. بیشتر دوست دارم تو این کانال یه سری از اطلاعاتی که خودم به مرور زمان به واسطه شغل هم به دست آوردم با شما به اشتراک بذارم. چیزای جالب رو داخل یوتیوب میذارم که حداقل اگه زمان میذارید، وقت میذارید و نگاه میکنید دوست داشته باشید و حداقل استفاده رو برده باشید. امروز اومدم با یک پارچه خاص، یکی از باور کنید جالب ترین و خاص ترین پارچه هایی که خودم تا حالا دیدم، یک ترمه قاجاری تمام نقره باف و زربافه و شکل یک کلاهه و کارایی و خاصیت متفاوتی داره نسبت به خیلی اجسامی که شما حتی دیدید شنیدید. خب اول بگم که یه چیزی در مورد چشم نظر بگم یا چشم زخم بگم. در گذشته که خیلی حالا اعتقاد داشتن و رواج داشتن و الان هم هست، این بوده که همیشه آدم ها از روی کینه و نفرت چشم نمی زدن. خیلی موقع مادر بچه رو چشم میزنه، خیلی موقع عزیزترین کسان از روی دوست داشتن چشم میزنن، یعنی ناخواسته انقدر اون بچه رو دوست دارن، انقدر بهش محبت دارن، از روی دوست داشتن زیاد بچه چشم میخوره. و این وسیله‌ای که امروز براتون آوردم که خیلی جالبه برای اون کار بوده. برای چه کاری بوده؟ برای اینکه بچه چشم نخوره. کارهایش چی بوده؟ اولا این قسمتی که این داخل این بالای حالت منگوله میبینید داخلش نمکه. نمک در گذشته الان هم رواج داره، دور سر بچه نمک میچرخونن میریزن تو آب روون، حالا بر هر حسب اتفاق و حسب اعتقادی که دارن. و اینم از همون دسته کاراست که این داخل نمک هست، اینجا رو بستن و اینو بالای گهواره آویزون میکردن و هر کسی که میومده بچه رو ببینه، نوزاد رو ببینه، اول چشش به این میخورده. یعنی چشمگیر اون گهواره این بوده و جالب بوده واسهش بوده چه کار قشنگی، این چیه، چقدر قشنگه، و این باعث میشده بچه چشم نخوره. خیلی جالب بود برای خودم و اینو خیلی وقت دارم گذاشتم که گفتم که شما هم یک پست در موردش ببینید. بالای 90% نمیدونن این چی بوده، کارایی چی بوده و در زمان گذشته خیلی رواج داشته، خیلی اعتقاد داشتن، چون که الان هم چشم نظر و چشم زخم و اینا هستش، ولی خب دوست داشتم به اشتراک بذارم. یه کار دلیه، یه کار با عشق، حداقل 150 سال به بالا قدمتشه و خیلی جالب بود. بالای گهواره آویزون میکردن و هر شخصی که میومده که حالا چشم روشنی یا بچه رو ببینه اول چشش به این میخورده، یه جورایی سپر بلای بچه بوده و چشم به این میخورده، میگفتن چه چیز قشنگی، این چیه، چقدر قشنگه، و دیگه به بچه چشم زخم نمیخورده. و گفتم اینم به اشتراک بذارم ببینید، اگه دوست داشتید بالاخره لایک کنید و ما هم استفاده ببریم از شما.